بینندگان عزیز سلام و وقت بخیر. امیدوار هستم هر جای دنیا که هستین خوب و جوری صحتمند و سر حال باشین و لباس عافیت را بر تن داشته باشین. امروز صبح روز جمعه. شاید خیلی ها هنوز در خواب باشند، ولی قوم تیزک یا قوم باتوریان در هر قلای خوب به طور جداگانه ختم قرآن دوره‌ای یا ختم قرآن نوبتی برگزار مونه. و ما امروز هم دیدیم در ختم قرآن یکی از قلاهای قوم تیزک، جایی که تنها قرآن تلاوت و خواندن نمیشه، بلکه در کنار قرآن خواندن و تلاوت کردن خیلی از جلسات و خیلی از پروژه های همزی قلا هم در اینجا برگزار شده. دیگه قد از مو باشین، قد یک همزی بزرگان همزی قلا هم یک گفتگو داشته باشیم که ختم قرآن از کجا شروع شده و رسم و رسومات از ختم قرآن چه رقم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ختم قرآن که هست، ختم قرآن دوره‌ای از خیلی وقتای که شروع شده و نام رقم یک مابین همزی قلای غار و قلبخشیه، یعنی به طور دوره‌ای کلگش فقط روزای جمعه ختم گرفته میشه. در ختم خب باز یک چای کلچه برای این مردم میده دیگه. اونطور مصرف بسیار بالا نیه، یعنی اینجا یک دو قرآن بعضی وقت دو قرآن، بعضی وقت زیادتر یا کمتر ختم میشه. یعنی بچکیچا و ریش سفیدا و کلگی میان و یعنی اینجا خلاصه یک جز قرآنه کلگی از یا میخوانن دیگه. بسیار یک یعنی رواج خوبیه، بلده مردم هر کسی هر قلایی که بیتنن، هر منطقه‌ای که مابین خوب یه همچی جور بیتنن، بسیار یک چیز خوبی هست دیگه. چیزی گفتنی ندارم دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. این ختم قرآن دوری از مو از زمانای اولای جمهوریت، زمان کرزی شروع شد دیگه. خیلی دوستای دیگه هم، قومای دیگه هم بودن که تک توک امیر رواج داشتن که هر روز جمعه ختم قرآن میگرفتن. باز خدا رحمت کنه سهراب آت خالق بازی هم با چند نفر مشوره کرد، پیش چند نفر آمادن که می ختم قرآن دوره ای را مو داشته بشیم. با شروع کردیم راست آستا و یک قانون هم شان دادن، میگفت هر کس که نماد باز جریمه چاش در خانه از او ماریم. اولا مو جمعیت مکم بود، خانوار کابل مکمتر بود دیگه. نمو رقمی ادامه داشت. یک روز ما نرفتدم، باز چاش در خانه از ما مادن، یکش مرم جریمه کردن. چاش در خانه ما مادن. اونجا
نمیفهم دیگه کی بود، یک دو سه نفر همین رقم جریمه هم کرد آستا. دیگه این حال خدا قبول کنه این تقریبا تبدیل به عادت شده. مو یک هر جمعه که در ختم قرآن نریم باز فکر منیم که یک چیزمو گم کردیم از دست دادیم دیگه. باز باید بیم و برادر یک ختم کنیم، یک دید و بازدیدم میشه و بعضی مشکلات های دیگه هم که هست در بین عاقل قوم و انوار در بین مطرح منیم و این جلسات بسیار مهم است. مشکلات های عاقل و بعضی مسائل که هست و نمونج در بین خود میشینیم یک نظر اندازی منیم و دربارهش فیصله منیم یا حل منیم. خیلی هم یک ختم صورت میگیره، یک هم بازدید و هم دیگه و هم بعضی مشکلات ها مطرح میشه. از اون لحاظ بسیار خوبه دیگه. خدا رحمت کنه، مغفرت کنه و بنیانگذارای از این کسایی که زنده این خدا جور داشته باشن، کسایی که رفتن مثل آت خالق و بعضی دوستای دیگه که بودن خدا میگیش مغفرت کنه و جوانای و آیندهای ما هم خدا توفیق بده که نمیتونه ادامه بده. یک کار بسیار خوب است. خب سبایی که جمع میشیم اصل عنوانش اون یک چای برادر یک کلچه یا کیگه، ولی باز کسایی که داوطلب میگیره اونا یگان چیز دیگه منن، یک شوروا منن یا پلو منن سباییگاه دیگه، یا باز کسایی دوستایی که هست از خارج باز و خوبتر میگیرن یک چیز مرغ سوجی باز طلب منن اون مرقمی خوب یا حسابای داوطلب هر کس که داوطلب شد باز دیگه اصلش یا یک چای کلچه یا چای کیگه سبایی. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر.
أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. خوشنودی اموات بر محمد و اهل بیت محمد صلوات. أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا. اللهم بلغ وأوصل ثواب ما قرأناه وما تلوناه إلى أرواح أموات المؤمنين لا سيما إلى أرواح أموات الحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. بر محمد أهل بيت محمد صلوات. اللهم صل على محمد